ای کسی که به خاطر کار نماز را قضا میکنی و باز شرم نداشته بهانه تراشی کردم میگویی که کار دارم و کارم بسیار است و نمیتوانم نماز بخوانم. سبحان الله. به سوالم جواب بده. با گفتی تو آیا نماز برای بیکار خوجه فرض شده است؟ برای انسان های بیکار فرض شده است؟ از روی وجدان به خودت سوال ده که اگر کسی برای هر نمازی که در وقتی کار میخوانی یک مقدار پول وعده کند، آیا باز هم بهانه تراشی کرده نماز را قضا میکنی؟ نه. این معلوم است که اگر برای هر یک نماز پول وعده کنند، یک نماز را هم قضا نکرده بدون هیچ بهانه‌ای میگذاری. از این معلوم می شود که این همه عذرها و بهانه هایی که می تراشید قابل قبول نخواهد شد. اگر میگویی که کار دارم و کارم بسیار است و نمی توانم نماز بخوانم، پس گویا به گفتی تو الله مهربان دروغ میگوید. نعوذ بالله. خداوند می فرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی خداوند هیچ کسی را به کار حکم نمی کند که از عهده اش نبراید. یعنی نماز خواندن کاری است که از عهده اش هر یک فرد مسلمان می براید، خصوصا در این دور و زمان که تمام امکانات و شرایط فراهم است. پس ای برادر و خواهر مسلمان، بهانه‌هایت را یک سو بگذار و نمازها را در وقتش بگذار، چون که نجات بندگان در طاعت و عبادت پروردگار است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.